اگه خواستی تکیه بدی نه به چهره ها اعتماد کن نه به زبونا، به 2 تا چیز اعتماد کن. یکی مرام و مردونگی، دومی انسانیت و خداباوری. اولی نون و نمک میشناسه، دومی ظلم نمیکنه. بعضیام هستن ما رو شبیه جخ خیاطی میبینن، وقتی زندگی پارشون میکنه میان سمتمون. آقا ما اگه حالمون خرابه نه به خاطر اینه که کسی طعنامون گذاشته، نه شکست خوردیم، ما فقط خسته ایم از شمایی که محبت نمیفهمین. ما سر سفره خیلی نمیشینیم چون نمیتونیم حرمت نون و نمک یه آدم بیزات رو نگه داریم. ما اشتباه کردیم که به خیلیا گفتیم رفیق، اشتباه کردیم باهاتون درد و دل کردیم، اشتباه کردیم تو روتون خندیدیم، ما اشتباه کردیم به یه سریاتون که از بیرون امامزاده اینو از تو حرومزاده اعتماد کردیم. یا زاد و ولد نکنین یا اگه میکنین حرومزاده تحویل جامعه ندین. همین.